بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. درس امروزینه درس هفتم از شرح ذکرهای صبح و شام. امروز برای شما یک دعا و یک ذکر را پیشکش میکنیم که خیلی ذکر و دعای بزرگی است. این دعا خیلی که از انس ابن مالک رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای فاطمه دخترش رضی الله عنها گفت: ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک به. چی چیز تو را من میکند که گوش بدهی به آن چیزی که من تو را وصیت میکنم. ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، که بگویی هنگامی که صبح می شود و هنگامی که شام می شود. چی را بگویی؟ همین دعایی که پیغمبر به فاطمه رضی الله عنها را آموزاند که بگویی وقتی که صبح می شود یا که وقتی که شام می شود: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. این همون دعا بود که میگویش. این دعا روایت در روایت که از امام نسائی در سنن کبرا و در عملی یک روز و شب و امام حاکم در مستدرکش یک مجرد 730 رقم و امام بیهقی در اسماء و صفات و دیگران. و باز دعای دیگری آمده است و حدیث صحیح است و دیگر دعای وارد شده است از ابی بکر رضی الله عنه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند. ابی بکر میگه پیغمبر گفت که دعوات المکروب، یعنی که دعای انسان مکروب انسانی که غمگین و اندوهگین است چی داره کند؟ پیغمبر چی گفت؟ گفت که بگو اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین اصلح لی شأنی کله لا اله الا انت. این دعای دیگری بود. امام محمد روایت کرده است، رقمش 27898 و امام ابو داود 5090 و امام البانی میگه حسن است در صحیح جامعش. و این دعا را از شرح میدیم برای شما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول چی میگه که یا حی یا قیوم. حی، الحی، القیوم، اینا دو نامهای زیبای الله عز و جل. معنای حی ای آن چیزی که صاحب حیاتی پر است از همه پهلو، یعنی همه وقت همیشه زنده است. و الله اون ذاتی نیست که نبود و بعد پیدا شد. الله ازلی است و اون ذاتی نیست که در آینده نیست می شود. همه وقت پایدار است، ازلی و پایدار است و هرگز الله عز و جل را نقص فرا نمیگیرد و نه خواب. برای خواب نقص است و نه او را غم و نه او را اندوه و نه غمگینی و نه بیماری فرا میگیرد. همه این نقص است در حیات. پس الله عز و جل برای او زندگی و حیات کامل پر است. هیچ نقصی که بشریت میرسد الله هیچ نقص نمیرسد. الله پایدار است، همیشه زنده است. معنای قیوم خیلی که میگویند برپا است به ذاتش و الله همه وقت برپا است. برای چی؟ برای خلقش، به عملهاشون، اجلهاشون، رزقهاشون. یعنی همه این عملهاشون، اجلهاشون، رزقشون در دست الله است و الله پایدار است بر بالایشان همه وقت. و الله خودش پایدار است به نفس خودش. هیچ کس الله پایدار کردگی نیست و خلقش پایدار نیست مگر به الله. اگر الله عز و جل لحظه آنها را ترک کند، پس همون لحظه همه موجودات و مخلوقات هلاک می شوند. یعنی همه موجودات و مخلوقات برپا است به برپا بدن الله عز و جل. و هنگامی که انسانی که دعا میکند و وسیله میگیرد به همین دو نام که در این دعا آمده است، پیغمبر چی میگه؟ یا حی یا قیوم. وسیله میگیرد به همین دو نام به الله عز و جل. چی میگه؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. برحمتی تو استغاثه میکنم، طلب مدد و کمک میخواهم. در اینجا استغاثه با چی است؟ برحمتش. رحمت الله این صفت از صفتهای الله هست و از صفتهایی که تابع چی است؟ تابع ذات الله هست، صفتی که مخلوق نیست. پس جایز است استغاثه به صفت الله. چه خیلی میگویی؟ برحمتی تو من طلب کمک و
طلب چی میکنم؟ استغاثه میکنم. همین گونه دیگر استعاذه، پناه بردن، پناه جستن جایز است. این و رحمت صفتی ثابتی از برای الله عز و جل و هرگز استغاثه به یگان مخلوق نمی شود در یگان حال. پس انسان وقتی که دعا میکند همین دعا را وی وسیله میگیرد نامهای الله به الله، به چیش؟ به حیات الله و قیومیتش، و استغاثه میکند به رحمتش. و این دو نام حی و قیوم، زنده، همیشه زنده، و قیوم ای پایدار همه وقت، به همین دو نام اهل علم میگویند که همه نامهای زیبای الله برمیگردند به همین دو نام. و بعضی از اهل علم میگویند که همه نامهای زیبای الله به همین دو نام برمیگردند. چرا؟ برای که کسی که برای او حیاتی همیشگی و پره و کامل است و پایداری کامل است، پس شایسته است که او اله و معبود باشد، رب باشد، پروردگار باشد، خالق باشد، رازق باشد، قادر باشد، زنده کن باشد. در دست او است زنده کردن و در دست او است میراندن. و امام ابن قیم میفرماید که نام حی و قیوم این از بزرگترین نامهای الله است. باز میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله که اصلح لی شأنی کله، نکو بساز برای من همه کارم را. ای در بر میگیرد چی را؟ این از همون سخنایی هست که سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله است که در برگیرنده خیلی معناهای زیادی است. ای نکو بساز همه شؤون مرا، همه امر مرا، همه کاری مرا، کاری که در خانه هست، با اهلم است، با همسایه هام است، با رفیقام است، در عملم است، در خواندنم هست، در نفسم، در دلم، در سلامتی و تندرستیم، هر یک چیزی که به من تعلق دارد همون را اصلاح کن. ای نکو کن، نیک کن. چرا؟ همه شأن مرا. این در بر میگیرد چرا؟ همه امرهای دنیا و آخرت را. ای نکو کن، ای الله نکو میکند کار و باری او را در چی؟ در رابطه با پروردگارش، علاقه با پروردگارش نکو میکند. همین دعا اگه کند، وقتی که علاقهش به پروردگارش وقتی که نکو میشود، پس برای او نه گمراهی و نه انحراف و نه میل کردن از حق و نه اغوا از شیطان به او ضرری میرسد و نه شیطان میتواند که او به بالای او تسلط کند. همه این چیز از او دور میشود و از دل او همه خاطره ها، وسوسه ها و اوهام دور میشود و الله نیک میکند علاقه او را با اهلش، با خانوادش، با پدر و مادرش، با فرزنداش، با همسرش، با برادرانش، با خویش و تبارش، با همه اینها. برای این دعا در بر میگیرد همه چیز. اگر الله عز و جل انسان را ترک کند به حال خودش، پس پراکندگی او را از همه طرف فرا میگیرد. اگر الله را ترک کند و حال او را نکو نکند، پس علاقه های او آیسته آیسته با همسرش بد می شود، با خویش تبارش، علاقش با برادرانش، با همسایه هاش، با رفیقانش بد شدن می گیرد. این رابطه و علاقه ها آیسته آیسته کنده می شوند. از بینید که همین دعا اصلح لی شأنی کله همه پهلوهای حیات در بر می گیرد. چی در زندگی دنیات باشد، چی در زندگی روزی قیامت باشد، چی در دینت باشد، چی در دنیات باشد، همه در بر می گیرد. باز می فرماید که ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین، مرا ترک نکن و نگذار به نفس خودم حتی یک میجه زدن، یعنی یک لحظه ترک نکن مرا به نفس خودم. برای الله اگر تو را ترک کند به نفس خودت هلاک میشه. چرا میگه ولات ای ترک نکن مرا؟ برای چی؟ برای که ضعیف هستم، عاجز ناتوان هستم یک لحظه و مرا همه وقت عافیت دائمی را عطا فرما و مرا کمک کن به قوتت و قدرتت. هر کسی که به الله توکل میکند الله برای او بسنده است. کسی که به الله استعانت میکند، کمک طلب، مدد طلب میکند، الله را کمک میکند. پس بنده هرگز بی نیاز نیست از الله. یک لحظه همه وقت به الله نیاز دارد. انسان در همین دعا می براید از همه حول و از همه قوتش دست میکشد و از همه نظر کردن به نفس خود دست میکشد. همه را چی؟ به الله توکل میکند که همه چیز توفیق از جانب الله است، نه از قوت منو، نه از قدرت منو، نه از زیرکی منو، نه از عالم بودن من. بعضی از مردمانی هست که اعتقاد میکنند که او چی دارد؟ دارای چی است؟ دارای مهارت است، قدرت است که با مردم رابطه پیدا میکند، که او دارنده یک شخصیتی چی است؟ شخصیتی جالبی هست، قادری هست برای حل مشکلها و یک شخصیتی هست که خیلی تأثیر بخش است
و او اعتقاد میکند که او توانایی قناعتمند کردن مردم را دارد و برطرف کردن همه موقف های دشواری را با فکر خودش به همون مهارت گیا دارد. همه این از هون شخصیت نیست، همه این به توفیق الله است. الله اگر تو را ترک کند به حال خودت هلاک میشوی. همه این مهارت و قدرت و چیزی که داری همش از دست می رود. پس برای انسان واجب است که به همین چیزها اهمیت ندهد، مشغول نشود که من ذکی هستم، زیرک هستم، علم دارم، قادر هستم که مشکلات را حل کنم. نه، این همش به فضل و رحمت الله است برای تو. اگر انسان بداند که الله عز و جل اگر که از او را رها کند به حال خودش ترک کند، او ضایع می شود، نیست می شود. همه وقت باید همه چیز، همه فضل و همه توفیق به الله نسبت دهد، نه به خودش. هم زیرکیشه، هم علمشه، هم توفیقش در کار باید به الله حواله کند که این همش از جانب الله هست برای او. این بود معنایی که هرگز مرا به نفس خودم ترک مگذار، ترک مکن. یک لحظه ای حتی که یک لحظه ای که مرا ترک کردی من هلاک می شوم. دعای دیگه‌ای که برای شما پیشکش میکنیم که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم از سلمه روایت می شود که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هنگامی که میگه صبح که میشید ای بعد نماز بامداد می گفت اللهم انی اسألك علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. این حدیث ابن حجر العسقلانی در کتاب نتائج الافکار میگه حسن است و امام البانی در صحیح ابن ماجه میارش میگه صحیح است، ولی در اصل اهل علمنا این حدیث میگن ضعیف است، ضعیف. ولی معنای این دعا صحیح است. انسان میتواند، نه اینکه مثلا پگاهی بگشت، نه که انسان در عموم میتواند دعا کردن به همین دعا در عموم. کدام وقتی که دعا کردم دعا را کنه، دعای خوب است و خیلی دعای چی است؟ پر برکتی هست و معنای خیلی چی هم دارد، زیبایی دارد. پس ما میگیم که حدیث ضعیف است، نه که میتواند انسان چی کدام وقتی خواهد دعاش کند. دعا همین است که اللهم انی اسألك علما نافعا، ای الله هر آینه من تو را میپرسم از علم نافع. علم پیوسته کرد به چی؟ به نافع بدنش. نگفت که اللهم انی اسألك علما، نگفت که علما نافعا. برای چی؟ برای که علم هم نافع شدن میتواند، منفعت بخش شدن میتواند، هم علمی که ضرر میشود برای انسان. برای همین در همین دعا چی گفته می شود؟ اللهم انی اسألك علما نافعا، علم نافع. علم نافع خیلی که اهل علم میگوید این علمی هست که راست به دل می رود، به دل می رسد، پس به دل آرامی فروتنی می بخشد. اگر علم به دل نرسد، فقط در زبان باشد، به دل که رسید انسان به همون علم عمل میکند، نه فقط در زبان که باشد، پس او دلیل است بر ضد خودت روز قیامت و علم نافع نیست، به ضرر خودت می شود علمت. و برای همین مقید شده است به چی؟ به کلمه نافع، ای علمی که منفعت بخش است. باز در این دعا میگوید که و رزقا طیبا، یعنی تو از الله چی میپرسی؟ علم نافع و رزقی پاک، رزقی حلال. برای چی با مقیدش کرده است به چی؟ به پاکی، به حلالی. برای که رزق دو نمود می شود. رزق پاک اون چیزی که از راهی حلال به دست آورده می شود و رزق خبیث و چی؟ حرام اون چیزی که برای حرام به دست آورده می شود. الله عز و جل پاک قبول میکند و این پاکی از بزرگترین سبب‌های اجابت دعاست برای انسان. کسی که خوراکش پاک باشد، حلال باشد. اگر حرام باشد شاید که دعاش مستجاب نشود. و سیم دعا، یکم علم بد، دیم رزق، سیم عملی و عملا متقبلا. و عملی چی؟ عملی قبول شده. ای الله از تو میپرسم که همون عملهایی که من میکنم از طاعت و عبادت و معاملات مقبول باشد در پیش تو. پس الله عز و جل قبول نمیکند از عملها مگر اون عملی که خالص برای او باشد. پس معنا دارد که تو وقتی که طلب میکنی چه طلب میکنی؟ علم نافع، رزق پاک حلال و عملی که قبول شود و خالص برای الله باشد. این دعا خیلی دعای بزرگی است، منفعت بخشی است. پس این دعا را میتونید در کدام وقتی که دعا کنید یکم باکی ندارد، نه که به صبح بعد نماز مقید کردنش حدیث ضعیف است. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.